نداریم. به دین ما یگان کینه ها سینا یگان حاش بشارم به یگان خداها نداریم. همچنین این هم دبا ندارم که خدا به دفتر حیات نیکش همه که ما رو پیشت کنه تا سال آینده همه که ما خورسندی آمده با روزای نیکی بچهای بینیم. هر یک ما چهلی که عرض حواس داریم به ما رسیم. آمین که راستان. اما رحمت کلام. در سال 1989 با زنشان ریفکا اول در سمرقند بعد به امریکا و اروپا سفر کرده سیاحت میکنند. در وقتی میسوای بریتی نبیرشان اوریل یاکوبوف با خویش نزدیک موئل اونر لویف واخورده صورت میکشند. زنشان ریفکا همه وقت همدل و کمک داشت بودند. سفرتورای نو را با تنتنه مولا اوریل با حور وعدها با جماعت به کنیسا می‌دارند. اوریل یاکوبوف آدم دوست، خدا دوست، با همراه خداها جورعک مخصوموف و میرحیجان اسحاکوف بسیار احدود بودند. روزی مراتب سرما در یک بند اسرائیل و مراد دلش رسه. هر یک انسان، هر یک آدم آرزو داره، هوس داره که زنی قابل قلده عشق حیر بعدی این فرزنده قابل این بار خشم سرما بچه های قابل قلدگی دمیش به های نک به اولاد های نک زنون شو بارو خشل گفت شما ایک جا میبرا چندین سال امنا زندگانی کرسادین حاس بشارم یکان که پستو به دانشان روی نداده که ما همیشه به دیگرون زنشوه ها همیشه یادم میدیم که همیشه زنشوهی رفتاری امینایه به هر یک انسان خدا چه. اوریل یاکوبوف سفر خود را بعدی به کنیسا درآوردن در شبی کیپور شیعیان گفته به کل نیدره خواندن میسر می شوند. به حرمتی سفرتورای خودشان اوریل یاکوبوف با همراه زن و فرزندها با اشتراک سرداران جماعت در کنیسای نو ساختگیشان سفرتوی میگذرانند. جان فدای جماعت اوریل یاکوبوف مردم را به خدا ترسی، مسوا معصیم توفیم، صدقه کردن، دعوت کرده ایستاده. برابر این برای بالا برداشتن آبروی کنگرس مبلغی پول تروما کرده حور نصیحت کنگرس میکردند. نهایت سال غمگینی 2008 سلامتی انسانی به خلق نمایان مولا اوریل یاکوبوف روز به روز دیگرگون میگردد. هزار حیف که طبابت دخترهای نامدار و جانبازی های زن و فرزندان و کلین و نبیره ها به جسمی بی مدار گشته پدری غنیمت مولا اوریل یاکوبوف فایده نکرده. 15 نوامبر سال 2008 شب حسکارای یک سالگی دامادشان حیم بن بروخا از دنیا میگذرند. داد و فیغانی زنی بی خانمان گشته و فرزندهای یتیم مانده با آسمان و فلک میپیچد. همه جماعت اهل بخاری فیغان کرده در روزی لوایا اشک میریزند. جسد مرحوم مولا اوریل یاکوبوف بن یافا با اشتراک جماعت بسیار در قبرستانی گیوت شاول شهر یروشلایم مکانی ابدی یافت. هزار حیف که تنی عزیزشان به خاک آمیخته شد. گذشت موسمی گل کرده بهار من، نسیمی مرگ آمد در گلزار من. همچون بلبل در بستان ها می سرودم، خاموش شد. این شخصی عزیز یگان کس را زبان زده آزار ندادیم. نامی نیکی اوریل یاکوبوف بن یافا در یادی جمعیت ابدالابد
زنده و بر حیات باقی